سلام، وقت بخیر. میخواستم تجربه تلخی که در زندگیم دارم رو با دوستانم به اشتراک بذارم که اتفاقی که واسه من افتاده و زندگیمو سیاه کرده برای کسی نیفته. من 8 سال ازدواج کردم. تو دوران عقد به شوهرم شک کردم. رفتاراش مشکوک بود. ولی هرچی گوشیشو چک میکردم چیزی نمیدیدم. برای همین میگفتم حتما حسم اشتباه بوده. چیزی زیر سرش نیست. دقیقاً 9 ماه از ازدواجم گذشت و من باردار بودم که متوجه خیانتش شدم. یه شب که اون خواب بود یه پیامک براش اومد. وقتی دیدمش دنیا رو سرم خراب شد. گوشیشو همینطور رو پیامک گذاشتم که صبح که بیدار بشه بفهمه که خوندمش. چند روز باهاش سرد برخورد کردم. اومد به دست و پام افتاد، التماس کرد و عذرخواهی کرد. منم بعد از کلی اذیت کردنش بخشیدمش. ولی ته دلم دیگه مثل قبل دوستش نداشتم. تو دوران بارداری افسردگی گرفتم. بدترین دوران زندگیم بود. شوهرم بازم به کاراش ادامه میداد. مطمئن بودم منو دور میزد. بهونه الکی برای بیرون رفتن جور میکرد. از خداش بود که برم خونه پدرم و یه شب خونه نباشم. رفتاراش داشت دیوونم میکرد. حالم خیلی بد بود. تو هر دعوا و بحثی قسم میخورد. حتی جون بچه رو قسم میخورد که دیگه این کارا رو گذاشته کنار. باور نمیکردم ولی خب چاره‌ای جز کوتاه اومدن نداشتم. رابطمون سرد شده بود. دیگه هیچی بینمون نبود. درخواست طلاق دادم ولی نشد. طلاقم نمیداد. بچم خیلی کوچیک بود. نمیدونستم به خاطر بچه تحمل کنم یا بذارم برم. دلم به حال بچم میسوخت. اون که گناهی نداشت. پیش خودم گفتم من بچه‌مو دارم. اون میشه همه زندگیم، دلیل بودنم تو این دنیا. ولی بازم سرگرم کردن خودم با بچه فایده ای نداشت. نمیتونستم بی تفاوت باشم. هیچ کسی رو نداشتم که ازش کمک بخوام. پدرم فوت کرده بود و مادرم پیر بود. داداشم هم سرگرم زن و بچه خودش. از خواهرم هم که کاری بر نمی اومد. دیگه به ته خط رسیده بودم. شده بودم عین یه جنازه. دیگه هوای خونه برام سنگین شده بود. تو هر جمعی که بودم نمیتونستم شاد باشم. 2 بار دست به خودکشی زدم. اما اون بی غیرت اصلا منو نمیدید. فقط میخواست با دروغاش منو نگه داره. یه آقایی تو فامیل بودن که دستشون به کار خیر بود. یه جورایی بزرگتر شوهرم به حساب می اومد. یه روز خونمون بودن با زن و بچه‌هاش. من و شوهرم دعوامون شد. من رفتم تو اتاق که دیدم شوهرم داره با اون عوضی حرف میزنه. نتونستم جلوی خودمو بگیرم و صدامون بالا رفت. اون آقا اومدن و ما رو جدا کردن. خانواده‌شو برد خونه رسوند و برگشت به شوهرم گفت برو بیرون یه دوری بزن تا آروم شی. شروع کرد با من حرف زدن که جریان چیه. منم اولش نمیخواستم بگم ولی بعد گفتم شاید بتونه کمکم کنه. برای همین همه چی رو براش گفتم. گفت کمکت میکنم. با شوهرم حرف زد و چند ماهی تلاش میکرد که مثلا درست کنه همه چی رو. با من در ارتباط بود. پیش خودم میگفتم چه مرد مهربونیه. غافل از این که اون عوضی هم تو سرش فکرای دیگه ای بود و قصدش فقط نزدیک شدن به من بود. به من نزدیک شد و ازم سوء استفاده کرد. دلم نمیخواد تعریف کنم چه جوری، چون واقعا یادآوریش اذیتم میکنه. با 1000 بدبختی از خودم دورش کردم. نجات پیدا کردم. اما چه فایده؟ از من دیگه هیچی باقی نمونده. من فقط دارم نفس میکشم به امید اینکه یه روز تموم بشه این زندگی. روزی 1000 بار فکر خودکشی به سرم میزنه. روزی 1000 بار به خودم لعنت میفرستم که مشکلاتمو برای اون آقا تعریف کردم. به هیچ کس اعتماد نکنید. خیانت شوهر ببینی بهتر از اینه که یه آشغال ازت سوء استفاده کنه. امیدوارم که هیچ کس تو زندگیش خیانت نبینه. مرسی از اینکه نومان پادکست رو برای شنیدن داستانتون انتخاب کردید. منتظر شنیدن داستانه جذاب بعدیمون باشید.